علمی غیب را کس نداند جز پروردگار. هر کسی که گوید می دانم از او باور مدار. بسم الله ایمان می آوریم به اینکه کلیدهای علم غیب تنها در دست او سبحانه و تعالی است و دلیل بر این گفته سخن الله سبحانه و تعالی که می فرماید استعیذ بالله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ترجمه: و کلیدهای غیب تنها نزد او تعالی است، جز او کسی را از غیب آگاهی نیست و هر چی را که در خشکی و دریاست می داند. هیچ برگی از درخت نمی افتد مگر به آنچه که از آن آگاه است و هیچ دانه ای در تاریکی های زمین و هیچ تری و خشک نیست، یعنی آن چیزی که می روید و نمی روید مگر آن که در کتاب روشن یعنی لوح المحفوظ کتابت و نوشته شده است. شیخ رحمه الله تعالی در این آیه انعام ذکر کرد کلیدهای غیب در دست پروردگار است و این را کسی مطلع شده نمیتواند و این کلیدهای غیب 5 گونه ای که در سوره لقمان الله سبحانه و تعالی ذکر کرد تنها در دست اوست. کسی جز پروردگار این را نمیداند مگر اینکه الله سبحانه و تعالی از رسولانش این علم را خبردار کرده باشد، چگونه که الله میفرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. الله عالم الغیب است و این علم را بر کسی واضح و روشن نمی کند الا من ارتضی من رسول، مگر از آن رسولانی که چیز بر آنها این را برساند، از آنها راضی باشد و آنها این را برساند. پس علم غیب تنها در دست او سبحانه و تعالی است و هر کسی که دعوی علم غیب کرد از او باور مکن. الله در سوره نمل می فرماید قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. بگو ای محمد بر این تمام امت برسان که علم غیب، علم آسمان ها و زمین را کسی جز پروردگار نمیداند. و در دیگر آیه الله سبحانه و تعالی خطاب به سوی پیامبر کرده میفرماید بگو به سوی اینها قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. بگو ای محمد بر اینها که من مالک ضرر رساندن بر خود و بر کسی نیستم مگر آن چیزی که الله بخواهد. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر. اگر من که پیامبری بر حق هستم غیب رو میدونستم پس کار خیر رو بیشتر انجام میدادم. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم علم غیب رو نمیدانست. و یعلم ما فی البر والبحر، و او پروردگار است که آنچه که در خشکی و بحر رخ میدهد همه این رو میداند و آنچه که در داخل بحر است از میلیون ها نمودهای حیوان ها در داخل بحر همه رو تک تک آنها رو میداند و آنچه که در خشکی است از سنگرقه ها شروع شده با کوه ها و با تمامی چیز است، با تمامی بایگریش همه این در نزد الله سبحانه و تعالی پوشیدن است چون الله خالق این هاست. و ما تسقط من ورقه الا یعلمها. و هر برگ درخت که از درخت کنده می شود مگر اینکه علم او در نزد الله سبحانه و تعالی است. بینگری در ایدون چگونه چقدر بر زیاد بیشتر درخت هاست. هر ورقه که از این درخت ها در هر جای مکانی که باشد میغلطد علم این در نزد الله سبحانه و تعالی است. ولا حبة فی ظلمات الارض. حبت دانگی
و دانگی که در تاریکی زمین میروید و نمیروید، علم او در نزد الله سبحانه و تعالی است. ولا رطب ولا یابس، نه تری نه خشکی از مخلوقاتش، همه این در نزدش سبحانه و تعالی پوشیده نیست، از درختان، از رستنی ها، از هر چیزی که باشد. الا فی کتاب مبین، همه این مگر اینکه در کتاب مبین، در لوح المحفوظ کتابت شده است. و این برگ درخت که از درخت کنده می شود، الله سبحانه و تعالی با علم غیبش میداند که در کجا و کی، در کدام زمان این می افتد و بر زمین می رسد. و الله سبحانه و تعالی میداند که این ورق که می افتد کنده می شود، این خشک است یا که تر است، پاک است، هر نوعی که باشد، در هر جایی که می افتد، هر ساعت زمان دقیقه که ثانیه‌ای که می افتد، الله این علم را می داند. و هر نوع دانگی که باشد در زیر زمین کوریده می شود یا اینکه می افتد، الله سبحانه و تعالی این را می داند، چی این دانگی بزرگ باشد چی خرد باشد. در نزد الله سبحانه و تعالی علم این است. و این تاریکی، چی تاریکی زیر لای باشد، تاریکی زیر خاک باشد و این در زیر بحر قرار بگیرد و در شب تاریک باشد و در داخل بحر باشد و ابرها همه جا را پوشانیده باشند و باران باریده ایستاده باشد و غبار هم باشد. در این 6 قسمت از تاریکی الله سبحانه و تعالی این را می داند. الله اکبر. و ایمان می آوریم به آنچه که الله سبحانه و تعالی در این آیت ذکر کرده است. الله سبحانه و تعالی می فرماید: وعنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. براستی همان الله میداند که قیامت چی وقت قائم میگردد و اوست که باران را میباراند و از آنچه در بچگان زنهای حامله است نیز میداند و هیچ کس نمیداند که فردا چی چیز به دست خواهد آورد و کسی نمیداند که در کدام سرزمین میمیرد. بلکه دانستن این امور از خصوصیت های الله قادر و عالم الغیب است. هر آینه الله دانا و آگاه است و چیزی از او پنهان نمیماند. علم قیامت در نزد الله سبحانه و تعالی است. کسی نمیداند که قیامت کی واقع شدن است، کدام وقت و کدام ساعت و کدام دقیقه این قیامت قائم میگردد. الله میفرماید: استعیذ بالله: یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله. تو را ای محمد از علم ساعت میپرسند، قیامت میپرسند، بگو بر اینها خبر بده که این علم را جز الله کسی دیگری نمیداند. و الله میفرماید: یسألک الناس یسألک عن الساعة ایان مرساها. کافران درباره قیامت از تو میپرسند ای پیامبر، گویا که تو از آن بسیار پرسیده ای و آمدن آن را میدانی که چی وقت فرا میرسد. قل انما علمها عند ربی. ای محمد بر اینها بگو علم قائم شدن قیامت نزد پروردگاری من است. لا یجلیها لوقتها الا هو. تنها اوست که چون زمانش فرا رسد آشکارش می سازد. ثقلت فی السماوات والارض. فرا رسیدن آن بر اهل آسمان ها و زمین پوشیده است.
لا تأتیکم الا بغتة که حتما قیامت بر شمایان ناگهان خواهد آمد. یسألونک کأنک خفی عنها، چنان که از تو میپرسند که گویا تو از آن آگاهی داری. قل انما علمها عند الله، ای محمد بر اینها بگو، خبر بده بر اینها که علم آن نزد الله است، ولی بیشتر مردم این را نمیدانند. الله سبحانه و تعالی در این آیت تأکید با تأکید خبر میدهد بر ما و شمایان که علم ساعت این در نزد الله سبحانه و تعالی است و کسی این را نمیداند. فجعتا، ناگهان قیامت قائم میگردد. و ینزل الغیث، و باریدن باران را این علم در نزد او سبحانه و تعالی است. میداند که کدام وقت کدام ثانیه باران باریده می شود و کسی دیگر از این علم آگاهی نیست و کسی دقیقا گفتن نمیتواند که فلان ثانیه و فلان دقیقه باران میبارد. یقینا این رو گفتن نمیتواند کسی جز پروردگار عالمیان. و همچنین مقدمه این را الله ابر را میفرستد، شمال را روان میکند، خنکی را روان میکند، مقدمه آنها تا که مردم آگاهی بیابند و این را هم کسی نمیداند. حق است و راست است. یا که از تندور و چشم و دیگر چیزهایی که پیشکی آگاه می نماید که باران باریده شده است. این است که مردم کمی آگاهی میابند از این، اما اصل این چیز از نظر مردم پوشیده است. و یعلم ما فی الارحام، و این علم غیبی دیگری که الله میداند این را، این در داخل شکم مادر پسر است یا دختر است، یک تا است یا دو تا است یا چند تا است، کسی این را نمیداند. این علم در نزد الله سبحانه و تعالی است. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، و انسان فردای خودش را نمیداند که فردا چی کار به بالای سر وی می آید و چی از نعمت ها بر او داده می شود. این علم در نزد الله سبحانه و تعالی است. و ما تدری نفس بأی ارض تموت، و انسان نمیداند که در کجا، در کدام سرزمین، در کدام حالت از این دنیا میگذرد. ان الله علیم خبیر، به درستی که الله سبحانه و تعالی دانا و آگاه است و چیزی از برای او پنهان نخواهد شد. و علم قائم شدن قیامت تنها در نزد او سبحانه و تعالی است. این ساعت عظیم است که در این وقت تمام انسانیت به هلاکت میرسند و الله سبحانه و تعالی تمام انسانیت را، تمام بشر را بار دیگر زنده میگرداند به خاطر حساب کتاب اعمال آنها. و ینزل الغیث، الله سبحانه و تعالی داننده علم غیب است، یعنی باران را میریزاند، باران رحمتش را. غیث در زبان عرب به معنی باران رحمت است. باران است که بگیم که از بالای مردم سختی ها را دور میکند. باران است که با واسطه این باران تمام میرستنی ها و درخت ها میشکفند و میرویند. چون باران دو نوع است. باران رحمت است، در اینجا الله غیث ذکر کرد. پس شاید بعضی از کسا در ذهنشون فرا بگیرد که پس مردم حاضر با این تکنولوژی میفهمند کو. بله، این رو از نشانه هایی که ما ذکر کردیم، از آمدن ابرها، پیش از آمدن ابرها کسی چیزی رو نمیداند. و ابری که می آید، این بارانی که میبارد کدام وقت ثانیه، این رو هم در نزد الله سبحانه و تعالی کسی این رو چیز دقیقاً گفتن نمیتواند. این دوم است. و سوم مرحله که در ذکر شد، الله سبحانه ذکر کرد، غیث ذکر کرد، یعنی که باران رحمت. الله سبحانه باران رحمت میبارد تا از زمین میروید هر چیزی که باشد، همه چیز با واسطه این باران خشکی ها تر میگردن. باران رحمت است، یعنی که همه چیز میسبزد. اما دوم نوعی از بارانی که هست که میبارد نه که چیز بر زمین، بر درخت، بر هیچ رستنی فایده نمیدهد. و گاه بارانی میبارد که تمام زمین و زمان را نابود میسازد. و این باران هم باران رحمت نیست، باران نقمت است. پس این رو کسی هم نمیداند.
و یعلم ما فی الارحام، و الله سبحانه و تعالی داننده آن چیزی است که در داخل شکم مادران است. نه تنها شکم مادری، شکم انسان از زنها، بلکه تمام حیوانها و درنده ها و چرنده ها، هر چیزی که باشد الله سبحانه و تعالی با علم غیبش این رو میداند. پس اگرچه امروز اشکال شود که طبیبان این رو کشف می نمایند، پیش از این که در شکم مادر نطفه هست، مضغه هست، گوشتپاره است، کسی این رو کشف کرده میتواند؟ نه، هرگز و هرگز این رو کسی کشف کرده نمیتواند. البته در شکم مادر فرزند کامل می شود، تمام اعضای بدن او کامل می گردد، بعد این رو طبیبان چیز کشف کرده میگویند، بیان میکنند. این دلالت بر آن نمیکنه که اینا علم غیب میدونند، اینا چیز از علم غیب نمیدونند. چون در اول آیات ما گفتیم که چیز و آن چیزی رو که الله بخواد از باره کسی که بخواد از علم کوچک برای آنها عطا میکند، از تکنولوژی یا اون چیز پیشرفته. و علم غیب فرزند در داخل مادرش الله برای وی میدوند که وی پسر است یا دختر، چی عملها را انجام میدهد و جایگاه وی کجا میشود و کدام وقت میمیرد، چند مدت زندگی میکند. کسی آیا این را میداند؟ نه البته. پس آیا این طبیبان میدونند که این فرزندی که در داخل شکم مادرش است آیا از به این دنیا زنده میبراید یا که مرده؟ آیا این در این دنیا زندگی میکند، حیات به سر میبرد یا اینکه نه؟ آیا کسی میدوند که این فرزند در این دنیا چند مدت زندگی میکند یا در داخل شکم مادرش چند عمر به سر میبرد؟ البته که نه. آیا کسی میدوند که این فرزندی که به دنیا می آید فرزند صالح نیکوکار میگردد یا که فرزند بدبخت شکی و بدکار میگردد؟ جواب نه. آیا کسی میدوند که عاقبت این فرزند در این دنیا و در آخرت چی میشود؟ جواب نه. آیا کسی میدوند که این فرزند در این دنیا به بیمار می آید یا که بیمار می شود یا اینکه نه؟ جواب نه. پس اندیشه کنید ای مردم، این تکنولوژی با این قدر پیشرفتش چیزی از این علم را گفته نمیتواند. پس در این حالت الله اکبر گفته الله را عظیم بشمار با این قدرتی که الله سبحانه و تعالی دارد و این علم کوچکی که الله سبحانه و تعالی بر این بندگانش عطا کرده است. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، پس کسی نمیدوند که پرگاه چی چیز رو به دست می آورد. شاید بعضی از انسان ذکر نمایند که چیز شاید من پرگاه همین کار رو میکنم، همین چیز رو به دست می آورم. آیا تو یقین داری در این؟ شاید بین تو و بین ان همین کار و عملت یک چیزی تو رو من بسازد که تو بعد از آوردن این رو نمیتوانی. شاید حال تو تغییر بیاید، فکر و اندیشه تو، اراده تو تغییر بیاید، شاید تو عاجز بیمانی فردا، شاید فردا تو بیمار بگردی، شاید فردا تو قوت تو از دست برود، شاید فردا تو به همان جور روی به خاطر کسب هم مال وی رو به دست آوردن نتوانی. پس انسان نمیدوند که فردا چی چیز رو کسب خواهد کرد. و ما تدری نفس بأی ارض تموت، و کسی نمیداند که در کجا میمیرد. هیچ یکی از بشر نمیداند که در کجا وفات میکند، در زمین یا در بحر، در آسمان یا که در خشکی، در هر جایی که باشد اگر مرگ آمد دیگر فرصت نیست برای انسان. ان الله علیم خبیر، الله داننده است. پس انا همین کلیدهای غیب پنجگانه جز الله سبحانه و تعالی کسی این رو نمیداند که اولش علم ساعت بود، کلیدی چیز روز قیامت کسی این رو نمیداند چگونه که ذکر کردیم. پس ساعت، قیامت، کلید در اینجا با دو نوع است. ساعتی که ما ذکر کردیم، قیامتی که ذکر کردیم، قیامتی کبرا عظیم و قیامتی صغرا خرد، دو نوع است. یعنی قیامت کبراش، قیامت عظیم، این علم در نزد الله است. کسی این علم را نمیتواند، کسی فراگیری این علم را ندارد، دانش ندارد، اگر هر چی که تلاش هم نماید، که همگی در این روز چیست یک جا به هلاکت میرسند، همگی نابود میگردند. اما ساعت قیامت صغرا باشد، خرد باشد، پس همچنین کسی نمیدوند که کی در کجا کی
از این دنیا میگذرد. هر یک انسان چشنده مرگ است. در حدیث جبریل وقتی که جبرائیل نزد رسول صلی الله علیه و سلم آمد، پس از پیامبر پرسید گفت متى الساعه، قیامت کی قایم میشود؟ پس پیامبر چی جواب داد؟ ما المسئول عنها باعلم من السائل. پس پیامبر گفت که نه من نه سوال کننده جبرائیل کسی از ما این را نمیدانیم. دوم، باریدن باران که این کلیدی زندگانی این دنیا هست بعد آن که مرده بود. تمام هستی دنیا این به آب است که الله این باران را میبارد و تمام دنیا زنده میگردد بعد آن که مرده بود. از نباتات، از حیوانات، از درنده ها، از چرنده ها، از هر چیزی که باشد. پس این باران رحمت که ذکر کردیم پس سبب حیات تمام چیز است. سوم، کسی آگاهی پیدا نمیکند آنچه که در رحم مادرش است. رحم مادر در اینجا عموما هر رحمی که باشد، از حیوان ها، درنده ها، چرنده ها، همه چی در اینجا داخل میگردد. چون منشأ حیات انسان چیز داخلیش که مادرش است، از همینجا شروع می شود. چهارم، کسب انسان که انسان نمیدوند چی رو به دست می آورد فردا. کلید زمان ها در دست پروردگار است. اعمال های مستقبل آینده در دست الله است. کسی از این آگاهی شده نمیتواند. پنجم، کسی نمیداند که در کجا میمیرد. قطعا کسی از این آگاهی یافته نمیتواند و این ناممکن است. مطلقا این ناممکن است. اگر بر انسان تقدیر کرده شده باشد که انسان در فلان شهر و فلان دهه بمیرد، حتما تقدیر او را به آنجا برده میرساند و در آنجا ملائک جان او را قبض خواهد کرد. پس فایده ها از این آیه کریمه، اول اینکه کسی نمیدونه که ساعت کی قیام میکردد، قیامت کی است، صغرا و کبراش. دوم اینکه باران رحمت، کسی نمیدونه که باران رحمت کی میبارد. و سوم، کسی نمیدونه که در شکم هر مادر چی هست و انسان نمیدونه که فردا چی چیز را کسب میکند. و پنجم، هر کسی که دعوای علم و غیب کرد پس و کافر مشرک است. و ششم اینکه انسان مکانی وفاتش را نمیدوند که در کجا و کی در کدام زمان و دقایق از این دنیا رحلت میکند. و هفتم اینکه علم الله سبحانه و تعالی شامل و در برگیرنده ظاهر آشکار و پنهان و نمودار است. همه چیز را میداند. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه.